قرمزی و خوشرنگی این حلوا رو نگاه کنید. بدون قطره رنگ خوراکی درست شده. حلوای لبو که یک گزینه مناسبیه برای شب یلداتون دسر خوشمزه رو درست کنید. لبوها رو بپزید و پورش کنید. حالا به همراه شکر، آب لبو، پوره لبو، گلاب با آب بذارید روی حرارت. چند تا دونه هلم اضافه کنید. وقتی به جوش اومد حرارت رو خاموش کنید. حالا توی تابه دیگه آردتون رو تف بدید تا طلایی خوش رنگ بشه، بوی خامی آرد گرفته بشه و از الک هم ردش کنید. حالا کره رو بهش اضافه می‌کنیم. من از کره محگل پلاس استفاده کردم که میکس کره حیوانی و گیاهی هستش، کم چرب و کم کالریه و عطر و طعم خیلی خوبی هم داره. به همراه روغن مایه آردمون رو سرخ میکنیم و در نهایت اون شهدمون که همراه لبو آماده شده بهش اضافه میکنیم. روی حرارت مدام هم میزنیم تا حلوامون جمع بشه و بتونیم گهواره تکونش بدیم. ببینین چه حلوای لطیف و خوش بافتیه، یه بافت مخملی قرمز که هر مدلی دوست دارید میتونید ماسورش بزنید. من شیما رسولزاده هستم و خیلی ممنونم که تا آخرین ویدیو با من همراه بودید.